عملیات ریموت. جهت تعریف ریموت به نزدیکی خودرو رفته، سپس دکمه تعریف ریموت را انتخاب کنید. پس از دریافت پیام تایید از سمت دستگاه، دکمه قفل روی ریموت اول را فشار دهید تا ریموت اول به دستگاه معرفی شود. برای تعریف ریموت دوم، مجددا دکمه تعریف ریموت را انتخاب کنید. پس از دریافت تایید از سمت دستگاه، دکمه باز روی ریموت دوم را فشار دهید تا ریموت دوم تعریف شود. در صورتی که دکمه تعریف ریموت را انتخاب کردید اما از ادامه مراحل منصرف شدید، با انتخاب دکمه غیرفعالسازی تعریف ریموت، عملیات تعریف را لغو کنید. در غیر این صورت ممکن است به اشتباه ریموت دیگری هنگام باز یا قفل کردن درب خودروها برای دستگاه تعریف شود. دکمه مشاهده کد ریموت ها. با انتخاب این دکمه، کد ریموت های تعریف شده از طریق پیامک به شما اطلاع داده می شود. دکمه حذف تمام ریموت ها. با انتخاب این دکمه، ریموت های تعریف شده را حذف می کنید. دکمه افزودن ریموت از طریق کد. در صورتی که از کد ریموت هایی که در اختیار شماست اطلاع دارید، می توانید با وارد کردن کد ریموت، سپس انتخاب دکمه افزودن ریموت 1 از طریق 2، ریموت 1 را به دستگاه معرفی کنید. برای تعریف ریموت دوم نیز به همین ترتیب عمل کنید.